عزیزان، هر بابایی از دنیا بره برای خانواده و فرزندان چند جا سخته، خیلی بهشون سخت میگذره. من به دو جا اشاره کنم. کدوم لحظه؟ یکی اون لحظه ای که بابا رو به بیمارستان میبرن، برای سلامتی بابا دست به دعا میشن، به امید این که بابا به سلامت برگرده. اما دکترها جواب بدن بچه ها ناامید بیان به خونه، میگن این لحظه خیلی به بچه ها سخت میگذره. اما من یه جای دیگه ای رو سراغ دارم. اون لحظه ای که مردم میان پیکر بیجان بابا رو تشییع میکنن، با احترام میان بدن و غسل میدن، داخل قبر بذارن. برای بچه های پدر و مادر خیلی سخته. اون لحظه ای که به خونه برمیگرده، جای خالی بابا رو میبینه، جگرش میسوزه. اون لحظه های آخر بابا نوروز یادتونه، خداحافظی آخر یادتونه. دختر فراموش نمی‌کنه. یقینا غریبانه صدا میزدید مامان بمانی جان، اون ایامی که تو رو از دست دادم